سلام، کمیل هستم. امروز میخوام با همکاری شروین عزیز راجع به یه موضوع خیلی مهم با افراد حرفه‌ای و افراد مبتدی صحبت کنم. خب، یه بحثی که خیلی توی مبارزه سرپا وجود داره، بحث تقلیده. یعنی چی؟ یعنی هر ضربه‌ای که من به حریفم زدم، حریفم بلافاصله همون ضربه رو بهم برمیگردونه. به فرض مثال، من به حریفم میزنم چپ راست، بام بام، بوم بوم، همون لحظه بهم برمیگردونه. یا بهش میزنم لو کیک، بام، همون لحظه ضربه رو تلافی میکنه. شما میتونید با گول زدن حریفتون تقلیدی که میکنه رو بر علیهش استفاده کنید. به عنوان مثال، من به حریفم یه ضربه لو کیک میزنم. لو کیک یعنی ضربه پا به پایین بدن. بنگ. حریفم بلافاصله میخواد همون ضربه رو بهم برگردونه. بنگ. اینجا بهترین فرصت برای اینه که شما ضربه راستتون رو شلیک کنید. بنگ بنگ. بچه‌ها، اینجا یه نکته وجود داره. نکته خیلی مهم اینه که موقعی که ضربه میزنید خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی من دارم حریفمو نگاه میکنم. حریفم میخواد لو کیک بزنه. همون لحظه که رفت برای زدن، من باید ضربه‌مو شلیک کنم. در غیر این صورت لو کیک بزن، بنگ، برگرده عقب، دیگه فایده ای نداره. شبین اسلو موشن، بنگ. موقعی که ضربه میزنید خیلی مهمه. از اول اجرا کنیم. من میزنم لو کیک، بنگ بنگ. موقعی که ضربه میزنید خیلی مهمه. بچه‌ها، تمامی این موضوعی که ما راجبش صحبت کردیم فقط و فقط بستگی به شرایط مبارزه‌ای داره که شما توش قرار گرفتید. امیدوارم از این آموزش استفاده‌های لازم رو برده باشید. سنسی